یدالله رویایی شهریور 11 در قلعه تاریخی در دامغان متولد میشه. رویایی جایی گفته که مادرش از شاهزادگان قجری بوده و باعث آشناییش با شعر و شاعری میشه. رویایی مشاغلی مثل معلمی، کار توی تلویزیون، اداره اوقاف رو تجربه میکنه. عضو حزب توده میشه. 2 بار هم به زندان میره. بعد از آزادی دکترای حقوق بین الملل رو میگیره. اولین شعرش رو توی 22 سالگی میگه و کتاب شعرش رو توی سال 40 چاپ میکنه که مثل شاعرای جوون اون زمان پیروی از سبک نیما توی کتابش مشهود بوده. همون سالها شاعرانی به نام احمد رضا احمدی که امیدوارم عمر طولانی داشته باشه و بیژن الهی شعر موج نو رو راه اندازی میکنن که یدالله رویایی هم با اونها همسو میشه. 8 دفتر شعر چاپ کرده که یکی از معروفتریناش دومین اونهاست به نام شعرهای دریایی. در این کتاب شعر تمامی اشعار دارای وحدت موضوع هستند که یک شیوه جدیدی توی نگارش شعر بوده. رویایی با شاملو، مجله بارو و گالری روزن را با ابراهیم گلستان راه اندازی میکنه که هر دوتای اینها تأثیرات خاصی بر تاریخ ادبیات معاصر ما داشتن. رویایی توی اون دوران خودشو به عنوان منتقد و تئوریسین ادبی هم جا انداخته بود و یک مانیفست به نام مانیفست شعر حجم رو منتشر میکنه که بسیار هم سر و صدا میکنه. اون شعر موج نو رو تموم شده میدونه و یک سری قواعد و ساختارهایی برای شعر حجم به وجود میاره که شاعرانی مثل بهرام اردبیلی و محمد رضا اصلانی که سینماگرم هست این بیانیه رو امضا میکنن و در طرف مقابل افرادی مثل بیژن الهی و هوشنگ چالنگی از امضای بیانیه سر باز میزنن. رویایی بعد از انقلاب برای همیشه از ایران میره، اما برخلاف دیگر شاعران مهاجر همچنان فعال میمونه. مدرسه تأسیس میکنه، کتابهایی چاپ میکنه و عنوان شوالیه ادب و هنر رو از دولت فرانسه دریافت میکنه. رویایی همینطور که در شهریور به دنیا اومد، در شهریور هم از دنیا رفت و احتمالاً در گورستانی که صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، فرهاد مهراد و چند هنرمند مهاجر دیگه دفن شدند به خاک سپرده میشه. روحش شاد. شهریور 1401. حامد اصغرزاده مرغ ملکی. جاده‌ای که از کنار تو رد میشد رد پای تو میشد و دست رد تو بر جاده‌ای که از کنار تو رد میشد. روی راه رفته چشم خونریزی ریگ